به من میگن ریسیس خره دیپلماسیم چه مشره. آخ به من میگن ریسیس خره دیپلماسیم چه مشره. آخ کت خدا چه خبرته؟ بیتو گذاشتی رو سرت؟ کت خدا دیپلماسی من مشره. 4 تگروگان آزاد کردم، به جایش 7 میلیارد چوخ جرینگی گیر من آمد. بیا کت خدا برقصیم. ما بردیم 7 میلیارد چوخ خوردیم. ما بردیم 7 میلیارد چوخ خوردیم. وایسا ببینم 7 میلیارد چوقو چی کار کردی؟ رد کن بیاد. کت خدا 7 میلیارد که نیست، 6 میلیارد می باشندی. 1 میلیاردش چه شد؟ 1 میلیاردش خرج کرایه الاغ ها شدندی. خب الان 6 میلیارد چه شد پس؟ 6 میلیارد که قبلا بود، الان 5 میلیارده. ای بابا باز آب رفت که. حالا اون 5 میلیارد کجاست؟ آن 5 میلیارد قبلا کراباد بود، الان قطرکده می باشندی. خب چرا نشستی؟ برو 5 میلیارد را بگیر بیاور. آقازاده ها در فرنگستان بودجه میخواهند. برو بیاور به بچه های سوراباد و لبناباد و بغداباد همی بدهیم. کت خدا چه آقازاده ای؟ کدام سوراباد؟ چه لبنابادی؟ کدام پول؟ هنوز نه به دار است و نه به بار. ای خاک بر سرت با این دیپلماسی قراضت.